سلام بچه‌ها، امروز اومدم اولین ویدیو چنلم رو آپلود کنم. امروز اومدیم یک ترکیب بچینیم، بریم یه مچ پلی بدیم، یکم آموزش خودمونم بعد دیگه از شما بزرگواران یاد بگیریم. ولی خب دیگه هر کی چیزی ول میده این وسطا یک چیز خوب در میاد از کار. خلاصه الان من یه توضیح بدم. اینجا ما اومدیم به عنوان تکاملمون که فشفشه‌ای رو برداشتیم، تا چیز دیگه هم ندارم بخوام بردارم. گالم اکسیری، این آیسه، روح یخی، اینو ما بهش میگیم توتو. نمیدونم شما چی میگین، ولی خب همون توتو خودمون رو برداشتیم. تیر برداریم، این چیزی مورد نظر والکیری هم خوبه، بعضی وقتا به کار میاد. هرمله هم برداریم، پرنس این اسمش هرمله بچه‌ها، تو چنل من به این میگن هرمله. ببینیم جا داریم هنوز، آینه برداریم. به چی شد؟ 2/7. بریم یه مچ پلی بدیم. موفق باشید. یا خدا، یارو کاری میخونه اول کار. خب بچه‌ها، این ترکیب رو فقط با یک روش باید بازی کنیم. بزنین اکسیرتون تا ته باشه. تاوراتون هم مهم نیست دیگه دمیج، چون اینجا با 2 تا گالم پشت سرم کاور کنیم. به ببینید چی ساختن اینجا. رفتیم دیگه. اینجا نگاه کنیم. نمیدونم الان وایسم تاور اول رو بگیرم، گالم اکسیری بعدی بذارم. ما تو گرفتیم اینجا. این ترکیب خیلی خوبه، اصلا ردخور نداره. بیایم بچینیم بازی کنیم، خدا وکیلی بذاریم. البته اگه این سرعت هم بذاریم تنگش دیگه پوف خدا میشه. بذاریم سرعت هم بذاریم به جای تیر، بذاریم تستش که ضرر نداره. بریم یک دور سرعت بذاریم به جای تیر. گالما که چسبیدن به تاور، ما سرعت رو بزنیم. یارو اگه لشگر اسکلت چیزی هم داشت دیگه پرپرش کنیم. منظور گله گوبلینی هر چیز دیگه، جا حواسمون به همه باید باشه. داداشمون بالون باز باشه. یا خدا که این همش تو آسمون داره ما بازی میکنه. داشتون چون میکنه دیگه خیلی وحشیانه داره بازی میکنه، مجبوریم فقط دفاع کنیم. سیر نشیم فقط. یا خدا لعنتت کنه کار خیلی گاو. ما دیگه نوبت ما حمله کنیم. دو تا گالم اکسیریا تنگ هم جا میکنیم. آب چون اصلا مهم نیست برامون. ای وای چه اشتباهی کردم، زود زدم. دوستم براش فرستادیم که دیگه این رو پیداش نشه. خب بچه ها، تا ترکیب های بعد ننگین تر فکر کنم باید خداحافظی کنم. برنشم یه چیز نهار بخورم دیگه. زوره، ساعت 2 ظهره. آقا فعلا خدا نگهدار.